السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همینجا جمع شدین مردم. 11 نفر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران، دوستان. چون همه مثل همیشه کوشش میکنیم که با دوستان صحبت بکنیم، در سوالهای دوستان جواب بدهیم و نفرانی که صدای من میشنوند خواهش میکنیم بنویسین که صدای من خوب میآید. نفرانی که بگیم که تماشا دارین، خواب ندارین شاید، یا اینکه مثلا در جا تو یک وقتی باشه که بگیم که وقتی خواب نباشه، خواهش میکنم این نواری که حاضی ما در پخش زنده صحبت داریم با دیگران، با رفیقان و دوستان روان بکنید. خب در این صحبت امروزه مثل همیشه خب چون گفتم صحبت میکنیم. اول سلامای شما را میخونیم چون این برنامه شب بخیر است. کمک بگیم که تسلای دل در دلتون میاندازیم تا اینکه شباتون خوش شوه و مثل همیشه آرزو دارم که انشاءالله همیشه ساق و سلامت باشین. خوب، سلام. نقص آواز سازه شکل آواز ساز باشه خوب بهتر. شروع میکنم از نفرا. فاتح برادر و علیکم السلام. برادر فرزند ملت و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جد خوری انا جد خوری در حقیقت نیستی در همیجا میبری. خوب از چای خفا نمیمونده. اینه بسم الله الرحمن الرحیم. چای کبوت همه یک قاشقچه چایشه بگیم که در 1 لیتر میدوخته. اگر زیادش میدوخته باز علل داشته است. خوب، درباره صابر شیخ گرانشوی نرخ اینترنت، راستی ما همیشه درباره گرانشوی نرخ اینترنت گپ زدیم و خواهیم گپ زد. خوب، اگر بخوایم که یک جامعه از پیشرفت خفا بمونه، یک جامعه دیگه پیش نروه، اینترنت چه بند کنین، انا ایشا قیمت کنین، اوشا قیمت کنین، یا بلا کنین که هم کیسه‌های خطوب پر شوه، هم بگیم که مردم بیچاره را اذیت کنین. اینا همش یک یعنی که حقارت، یک دشنام برای ملت است. ایس اینترنت محکم میکنن، ایس گپ زنید نمیمونن. بعضی نفرها را به خاطر یک لایک 9 سال زندان شو کردن، بعضی نفرها جنایت کردن. در تاجیکستان آزادن. در کجای حقیقت، در کجای ای همیشه میگن که آزادی ای آوادی ای شکرانه کنین. آخی مردم بیچاره شکرانه چی را کنه؟ شکرانه همین را کنه که ای تیلا در اینترنت قیمت کردین. این مردم در این جهان معاصر ما نباید که اینترنت به این سطح قیمت بکنیم که آدم خریدش نتونه. به خدا شرمه ای بای یک پستی یک جامعه را نشان میده که به خاطر هدف ها، به خاطر جیب های خود پر کردن اینترنت قیمت میکنن. الان والف برادر جان خوب. سلام آقا جان، شب بخیر. سلام برادر جان. درباره همین مردم غمخوار ما گوزه به جایی که یک عالم اسلامی را دعوت کنن روسیه قدم قربانه. و برادر عزیز، من درباره قدم قربان زیاد گپ زدم. بعضیا نوشتن که اگر درباره قدم قربان گپ نزد که کلت هم میگیریم. ما هم گفتیم که هم کلاگیرش زیاد تجریش هست که میگوی که استها گفته هم مردک دفیسیت چیده باشن در تاجیکستان. فهمیدن که خیلی استها را میگم. هم کلاگیرش زیاد چیده که خوب علی شیر این راستی در حقیقت نگاه کنید. امروز در اینستاگرام تاجیک میدروی فقط حافظی، در فیسبوک تاجیک میدروی یا صورت گرفته است در بر یا حافظ، یا صورت
گرفته است در بری آوزخان یا تشتگی در چی این اینجا حوز ثبت آواز میروه یا تایگش در اونجاشتگی این همو با قریبی کلیپ ما میبریم مردم یا 9 میلیون توجیک اونش او برای نخو که 9 میلیون نفر از 4-5 هزار زیاد حافظه داشته باشه ای مو یگون ای مردم یا بور فکر کردین کدام پروفسوری توجیک میبره گپ میزنه یگون پروفسور داریم که مردم در انتظارش باشن که ببره گپ بزنه یگون آدم سیاسی داریم که در برای کاری حکومت ببره گپ بزنه هیچ که همه خبای به خدا در یک جور نامش بگیم که رایون 5 میگن دوستای عزیز من مردم 5 بسیار تلفن میکنن دوستای عزیز از پولشیاکش تا دخترش تا ملیسش تا همش خوب دوستای گرامی هستین خواهش میکنم من یک به نزدیکی یک برنامه درباره مثل اینکه مثلا دیگر سیاسیایی که در دنیا هستن به خاطر فحشا و به خاطری که کروپسیا زیاد در رایون 5 هست از اون جمله در کروپسیا دست دارن رئیس ناحیه و رئیس تنظیم و بگیم که رئیس امنیت ناحیه 5 از مردم 5 خواهش میکنم که همه تو چی خبری که دارین ما تا حاضر یک بگیم که 150 زنگ تلفنی گرفتگیم از مردم 5 از تمام سرکردگی از درون شهر تا بگیم که مدنیت از رفتگی تا شکرشت هم مردم 5 برای من خوزای همینا را به یعنی که و حالا باور دارن که رئیس جمهور مسئله را حل میکنه برای جمهور برسونن یا اینکه بر رستم مالی یا اینکه خوب با شکر جان ظهور که همه آدمای رئیس مورم از طرف همو بگیم که شکر جان ظهور رئیس نگه به همه خاطر دوستای هستین انشالله ما به نزدیکی این برنامه را شروع میکنم درباره اون مردم گپ زدن و ویدیو را به همه جا روی کنیم تا اینکه رئیس ناحیه 5 و رئیس امنیت و رئیس بگیم که چی بود تنظیم اگه تنظیم باید رئیس مجلس داشته باشه خیر که در جای ما هم کوشش میکنه که یک آدم یک رئیس شود صحبت بکنیم همچون خالصانه میخوام با مردم عزیز 5 برسانم که اگر همه شما را هم که خب کنین و بعضیات بترسین ما امروز مجبور شدیم به خاطر خواسته های مردم 5 به خاطر اینکه مردم 5 خودشانه یعنی که دیگه حکومت جمهوری اصلا پروای مردم نداره حتی رئیس ناحیه مردم حتی رئیس ناحیه از همو پولشوکا پول طلب میکنه این قدر به انصافی را دوستای عزیز از همه شما خواهش میکنم این برآمدی من به همه روی کنید اما درباره رئیس ناحیه 5 گپ بزنم کدام نفری هست که باید بفهمه که رئیس امنیت ناحیه 5 رئیس تنظیم ناحیه 5 رئیس پلکامش میگن که همونا باید در پیش قانون جواب بدن امروز من خودم میدونم نادمای که به هم گوش میکنین گوش کنین درد مردم گوش کنین مردم بیچاره را در اون مرز افغانستان موندین همه به صاحب موندگی مردکی خوب او قدر بنومسین که آخی یک رئیس باید که به خاطر از یک پولشوک پول طلب بکنه مردم بداد اومدگن دخترها بداد اومدگن مزها بداد اومدگن فقط یک انسان میگه در اون موبایل همون آدم خوب رفته است میگه همون هم نچلکه میگه نچلک پلیسیای همون آدم خوب دست میگه فقط یگانه همون آدم خودش رو چکور کنه نمیتونه رئیس امنیت رئیس بگیم که اینا در کروپسیا خوشن من خواهش میکنم نفرای رستم امامعلی هستن نفرای رحمانوف شما او قدر بگیم که گپ میزنین که باید کروپسیا از بین رفته شود باید از ناحیه 5 سر کنین نه اینکه از سر از ناحیه 5 سر کنین که مردم بداد آوردگن یا آدم یک نامه مینویسه میگرن پریستوپنیکش میبرن میگریزه میروه خواهش میکنم باز هم مردم 5 که دیگه هستین فیسبوک من پیدا بکنین بگیم که در ادنکلاس نیم که من هر ناحقی که دیدین بنویسین امروز ما یک باید مبارزه ببریم باید نشان بدیم که اینها این رئیس و رئیس امنیت و رئیس تنظیم باید که در پیش قانون جواب بگن 15 سالی در پیش قانون جواب بگن اینا خیانتی که به مردم کمبغل میکنن ناحقی که در سر این مردم آوردگن این مردم
ای به خدا قسم ای کار خوب نیست. رئیسی ته نمیفهم کی آخه مردم به حالشو بگذارن زندگیشو ببینن. همین 4 تا دختری که در تاجیکستان کار میکنن همونا رو اذیت نکنیم به خدا. از حتی از داخل بگیم که شفاخانه به من تلفن کردن گفتن ای مردکی خوب دیگه نمیدونیم دردمون را به کی بگیم. خوب دوستای عزیز، زبان تاجیکی نباید بمیرد. دوستای عزیز خواهش میکنم که همین برآمدی که روزا من دارم به هر یک رفیقی که از ناحیه 5 دارین، هر یک دوست رفیقی دارین که باید اینا را برسونین. این مسئله باید در پیش بگیم که به سطح جمهوریوی تحقیق بشه و نفرایی که در بگیم که عذاب و اذیت مردم دست دارن در پیش قانون باید جواب بدن و در پیش قانون جواب دادن اینها بسیار یاد داشته باشین. یک سودک زده بودن به تبر در ناحیه 5 نه برای چی زده بودنش؟ برای مردک گفته است که زن تا فلان میکنم. اینم خیلی گفته است مردک در پیشش. آخی تو سودی، تو آخی نمیفهمم، تو حامی قانونی، آخی تو حامی قانون. خدا تر زده است که مردک میگوی در پیش که زن تا فلان. عید نامردی میشه دیگه. در باره گدایف چی فکر داری؟ گدایف یا مبارز برادر، یک انسان، یا انسانی که بیچاره دزدیدن بردن اذیتش کردن. چی فکر دارم برادر عزیز؟ هم قفه هم چی یک فکر دارم. شادی بیگ آجیلدیف دیگه کار نداری، خودت کار نداری، خودت کار نداری که در سوال ما جواب بدهی. باید چیکار کنم در کار؟ اینمی خودت باید در سوال ما جواب بدهی. خودت کار نداری که در میرسی دیگه کار نداری. کاری تو چی کار دارم ندارم؟ خب دوستای عزیز خواهش میکنم باز یک بار از همه شما که در این باره باید خوب صحبت کرده شود و ما باید به گوش تمامی منصبدارا برسونیم که شکرجان ظهوروف همون رئیس ناحیه 5 همینا را گفته هم مردم خود میگن کریشاوتی میکنه چه در پیش قانون با سپیکتری پارلمنت گپ میزنه میگوی که سری کلش هم خیلی وزلین مادگی میگوی که بسیار زبان تاجیکی نباید بمیرد. برادر از گرامی خواهش میکنم این نفرایی که از نفرایی که اجداد کنیم او خودش کی را گفته از برادر جان؟ برادر عزیز انشالله چون دیگه دولت ها قدرمون میکنن، حتما قدرمون میکنن، اما وابستگی از خود ما و شما داره. ما همچون انسان باید که احترام اول به خود ما و شما داشته باشیم. اگر که ما و شما به خود احترام کردیم، حرکت کردیم، دیگران را ما را احترام میکنن. چون احترام و خدا خودش میگه در قرآن شریف که ما هر کسی را که عزت بهتون میگه این عزت هیچ که گرفته نمیتونه از دست او. چون خداوند اگر ما شما را عزت بده او عزت هیچ که از دست ما گرفته نمیتونه. امروز یک رئیس ناحیه، امروز یک رئیس امنیت، یک رئیس تنظیم در ناحیه 5 این قدر ظلم میکنن ای مردم، این قدر ظلم که اونا میکنن ای مردم 5 شما چیکار میکنین که به خودتون میترسین؟ ای مردم یک بار نمیورین تظاهرات کنین گپ زنین با همون مردک خودش همون 5 در این باره ها. من خوب گپ منم برادرای از گرامی خیش تبار دارم، اولاد دارم، نیکی من با اون مردم اصلا صحبت نمیکنم چون که من مردم یعنی که عقیده و راه ما دیگر های نیکی انشالله به هم از خدا به خاطر ملت، به خاطر نفرایی که تلفن میکنین گریه میکنین از ناحیه 5، به خاطر نفرایی که اشک میریزین به خدا قسم ای که شما نمیدونم پول میشوین شما پول میگیرن، من مجبورم که درباره بگیم که حماقت گران گپ بزنم. مجبورم که درباره انسانایی که به مردان بیچاره خیانت میکنن. آخه یک دختر بیچاره خودش زندگیش بزور رفته است. نخواه که یک دختر از سور پول بفرمی بیار با میگه پلا آوردن در پیش موندن، با میگه آدم حقارتش میکنه که پول کمه.
یک رئیس این پنج زیاد تلفن میکنه می نویسن میگه که همون با رئیس بازار حجابای مردم از سرشون میکشه از میزنه. یک هفته پیش دلش زد مرد، یک هفته پیش با مردم موضوع کردن که او یک هفته پیش ایمان آورده بود، یک ماه پیش ایمان آورده بود نماز میخونه. آخی دروغ چی میگن؟ آخی اما آدم در بازار ناحیه 5 رو مولای مردم زنکار از سرشون میکشید میگرفت. اینم دلش موندک 50 ساله مردک زد تیت پیچی تمام مرد رفتک. این رئیس شما مردنی نیستی، شما رو مال یه روز مردتون میاد نمیفهمی کیف صفا کرده است این فکر میکنی شما مردنی نیستین. شریف میرزوی برادر جان، ما یک چیز او قدر خب هر حزب میگه که مرا آواز دادن، حزب میگه مرا آواز دادن، اما ما در این باره نمیخوام صحبت بکنم چون ما خودم در اوجا نبودم که ببینم این چیزا. اگر که اسناد آلمان بگیریم باید از شهروندی تاجیکستان برایم. نه برادر عزیز، مهم نیست. بله برادر عزیز، چهارم از کداییم اینجا خطی بادام. خب راستی برنامه من اصلا دیگه با یک صحبت بود، اما از هم ناحیه 5 تلفن میکنن مردم باور که در عذاب اومدگی هستن از دستی همو رئیس ناحیه، از دستی همو بگیم که رئیس امنیت، از دستی بگیم که همو تنظیم به همو خاطر. خب و دلیل های زیاد هم دارم درباره که در کارپسیا دست دارن و انشالله که به روزهای نزدیک در نماشون خواهم گرفت و نفرانی که از امنیت از ششم عدل نشستگین گوش دارین گپ منه خوب در گوشتون بگیرین. او قدر دست میزنین و تندوستور برای این مردم مسئله شو حل کنین. تشکر برادر جان. با آلمان چه خیلی رفتن ممکن است، با ما وزنین هست برادر. خوب پیشکی او قدر مشکل نبود، اما انسان که اگر یک راهی را بخواه که راه طی بکنه ما او راه طی میکنیم. یک چیزی را میخوام برای شما بگم که دوستای عزیز، یک انسان بزرگ میگه که اگر شما یک هدفی رو در پیش گرفتین، شما یک هدفی رو در پیش گرفتین، تمام دنیا با کمک شما میشه تا اینکه شما به هدفتون برسین. اما این مسئولیت یعنی که این وابستگی از شما دارد که شما به هدف خود صادق هستید، چی قدر میخواهید که به هدف خود برسید. خب دوستای عزیز، یگان نفر از ناحیه 5 باشه انشالله که بنویسه درباره چه چیزهایی دیگه است. خواهش میکنم از همه دوستا که نفرانی که از ناحیه 5 هستین خطان زیاد دیدین، یعنی که بدکاری مردم و اذیت مردم، خواهش میکنم که به تمام دیگران برسونین. نفرایی که تا حال فراموش کردین که چریک کلونیتون رو بجخین دوستای عزیز تا اینکه دیگران ببینن، یعنی از شما یگان چیز کم نمیشه و دیگران را میبینن که در اینجا یک صحبت رفته ایستاده است، یعنی و دیگران داخل میشن که صحبت گوش کنن. خوب شروع میکنیم با صحبت مون با مردم و یارا سمجخیده ای گپا تحصیل شما میکنه باید ما وطن رفته خودمون مبارزه بریم. برادر عزیز گپ درست است، اما ما وقتی که ناحقی را دیدیم باید بگیم، یا اینکه مهم ناحقی را اگر ما از درون تاجیکستان میگیرن زندان میکنن. همین حقیقت داره، همه تو همین چیزا میدونین، همه تو میدونین که
همین تاجیکستان بگوییم همه ما شما را زندان میکنن. پس ما وقتی که دیدیم، وقتی که ناله مردم شنیدیم، وقتی که زنهای بیچاره من از ناحیه 5 تلفن میکنن میگن اکا یک بار در همین باره گپ زن، یک بار گپ زن که تا چقدر ظلمه. شما این همین 4-5 ماه پیش در هم بازارها، در هم بازار ناحیه 5 زنکار بیچاره را مجبور از حجاب ای سرشان گرفتین. امروز مردم بیچاره را پل میفرمین، این شب پل بیار، او شب پل بیار. آخی مردم هم زندگی داره. روشن جان سلام علیکم. خیلی تمی آدم زنده ای. من مسئله ناحیه 5 از صحبت دارم. راستی آخر روشن اگر که خبر دیگر داشته باشی با خودت میدونی، همین خبرها را خواهش میکنم به من برسون. یعنی مسئله ما باید درباره ناحیه 5 باشه. ناحیه 5 در دوام چند سال اخیر به یک جایی بگیم که شستشوی پول تبدیل شدگی است. همه چیز خریده میشه، وظیفه خریده میشه، ایش قرضدار به ایش وظیفه میده. ناحیه بدونه، هم رئیس امنیت بدونه، هم رئیسی بگیم که تنظیم هم رئیس داشته است. رئیس تنظیم بدونه که چی گناهی کردگی هستند، چی پلی به چی خاطر دادگی هستند. همه ایچ مردمی 5 برای من گفتند و همه ایچ را انشالله ما برازای نزدیک نقل میکنم. پیش از این که همه ایچ را در پیش مردم نشان بدیم، حکومت مجبور میشه شما را ای کار سرتون کنه یا که زندان کنه، شما با خود بیایید. خدا شاهده با مردم بازی نکنین. این مردم برای شما بازیچه نیستن که یک بگیم که بیچاره فراشه، یک بیچاره چی را پل بفرمین که بیا پل بتاب. یک نفرش در یک رئیسه با بچه شما از در یک جایگه رئیس شده است. اون که جوشن تنظیمی شما که آدم خیلی در این بالای چیش نمیگیم. بله من از ناحیه 5 هستم. روزهای نزدیک در شبکه‌های فیسبوک آشکار میکنم. برادر عزیز باید آشکار کنی سر شود. باید که بگیم که ناحقی ناحقی رئیس امنیت، ناحقی بگیم رئیس تنظیمی مردم، رئیس تنظیمی وظیفه نیست که تو در این وظیفه ایش پل بگیری و ایش بگیری و اوش بگیری، ایش پل بگیری ایش وظیفه بتی و ایش پل بگیری بگیم که این کار کنی یا که رئیس امنیت باید کاردار باشی برای مردم اذیت کنی. یک بیچاره 20 ساله یک گپ زده است برای زندانش کنی. یک آدم بعضی رئیس ناحیه یک نامه نویسه است گرفتن در چیش در جستجوی بگیم که تاجیکستانش دادن، گرفته است به جستجوی داخلی گرفتگی روسیه رفتگان. این مردم آخری تا کی است ظلم، تا کی ناحقی. سلام علیکم برادر جان. تاجیکایی که شهروندی دیگر جا میگیرن آیا همین خوب است؟ برادر عزیز من در روسیه شرایط شهروندی روسیه را داشتم نگرفتمش. در آلمان هم شرایط شهروندی گرفتن آلمانی را دارم، پروای شهروندیش ندارم. همه که یعنی که اجازه زندگی دارم و یعنی که بگیم که پاسپورت سیاسی دارم، همه چیز بس مای به یگون پاسپورت یگون کشور برای من در کار نیست. همین یه بار زندگی میکنم به ملت تولد شده هم قدی باید که وفات کنی برای چی در کار پاسپورت. ما در آینده تاجیکستان برای ملت هم خدمت کردنیم. شهروند دیگه جو میشه این کارو نمیشه کرد، به هم خاطر نمیکنه. من زاده ناحیه 5 در ناحیه 5 هر سال نالوی زمین بالا میبرند. در ناحیه 5 یک حکومتی بگیم که بالا های با یک حکومت چایگه اینا ساختگن اولاد با اولاد. ایش قرضدار ای، ایش به ایش وظیفه فروختگی ای، ایش اوبراجت که وظیفه دادگی ای، اینش خیلی دویدگی ای. مردم یا آدمایی که در دوشنبه شتگین حقیقت میگن شما در جایی که این ناحیه این نزدیکی افغانستان دنگل که این دیگه سراغش نمیکنین.
گوش کن برادر، ما در مسکو در آلمان در دیگر ایستاده ابسوجداد میکنیم بیفایده. برادر عزیز خیلی بیفایده آخی، همین خیلی بیفایده ای. وقتی که مردم وقتی که مردم اینطور شنید همین بگیم که حکومت میگه که هم 100% ما یگانش نمیشنویم. خیلی ما در گوش حکومت گفته ایستادیم که این همین رئیس امنیت ناحیه 5 مردم به جون آوردگی، به جون آوردگی مردم عادی را باور کنین. تا این قدر حماقت، تا این قدر ظلم در سر مردم. اگر شما در آلمان اویلوی زندگی میکنین یا تنهایین، برای که برای اویلوی کمی آسان است. ما را هم اویلوی در آنجا در آلمان بودیم، برای همین پرسیدیم. راستی اگه یک شوخی کنم در همین گپام، اپای خیلی چی میگم، ما در اینجا درباره زن هیچ گپ نمیزنیم، چون یگان نفر شاید بگیم که شوهرکن باشه آخی فراموش نکنه که مثلا به همون خاطر در این باره ها ما گپ نمیزنیم. سوال خوب دادین. یعنی مرد همیشه بگیم که باید فقط درباره خودش گپ بزنه. خوب، انشاءالله فایدهش میرسه. یک سوال: معنای ملت چیست؟ یعنی وطن چیست و مادر معنای دارد؟ خواهش از من فکر نمی‌نویسین چی گپ میزنه، کی گپ میزنه. اگر رئیس ناحیه 5 وظیفه را سعید او را باید از وظیفه حتما سرش کنن. او برادر جان روشن، چون چند وقتا بود مردم ناحیه 5 چی میکنین. این برادری که نویسته است درباره مادر چی است، ملت چی است. ملت قوم را میگن یک ملتی که با یک زبان صحبت میکنه، بگیم که یک فرهنگ داره، ملتی که یک زبان داره، زبانش یک زبان است، همین را میگن ملت. و مادر کو مادر است، خودت میدانی. مادر زاینده موت است. درباره وطن جای استقامت کنی هر یک شخص است که او را وطن می نمایند. هر یک شخصی که در اونجا تولد میشه و بزرگ میشه و او را برای خود وطن میکنه. سوال ما در جواب تین اگه داریم. اگه من هم نظرم در همین است، بگذار زندان کنند، اما وقتی ما با وطن رفته متحد باشیم هیچ کار کردن نمیتونیم. برادری عزیز، متحدی از کجا پیدا می شود؟ ما امروز باید ما تمامی نفرها کار کنیم و نفرهایی که در حقیقت بگیم که میخواهند که در تاجیکستان عدل باشه، هم از نفرانی که در حکومت کار میکنن، هم نفرایی که بیرون از حکومت هستند. امروز در حقیقت همون فضای آزادی که برای ما مثلا آزاد فکران باشه در تاجیکستان نیست. امروز اگر فضای آزاد در تاجیکستان باشه، من هیچ وقت امروز نمیخیزم بگیم که از رای دور نشسته بگیم که با شما صحبت کنم. حتما من در داخل تاجیکستان صحبت میکنم. کدام تاجیک نمیخواد که در داخل تاجیکستان باشه؟ کدام تاجیک نمیخواد که در پیش بگیم که اولاد اجدادش باشه؟ این گپای اصلا دوستی عزیز که همه این گپا رو میدونن. یک بار ای کمیته نزد پرزیدنت برای تفتیش اومدن در ناحیه 5 جماعت محور. یک مرد برآمد شکایت کردم، حکومت بردنش طرفش کرد. خدا توبه، خدا توبه، خدا توبه. نخو که یک خدا توبه. هر نفری که از ناحیه 5 باشه خواهش میکنم بنویسین فکر اندیشات و ما در این باره صحبت میکنیم. نفرایی که اگر خواب دارین برین دوستای عزیز خواب برین، چون روز فردا روز دوشنبه است کار میکنین. ما دیگه برای نبر اومدیم که یه نفر خواب شد بزنیم. ما دیگه اومدیم که خاطر مردم صحبت بکنیم که یکم فایده بگیرن. خواب هم بسیار چیز مهم است و
داود عبدالله یکم چرا سوزی خوبی، تشکر برادر جان، خوب هستم. شما خوب هستین؟ سلامت هستین؟ در ما ساعت 23 است برادر عزیز. در ما ساعت در ما ساعت 3 است برادر عزیز. و دیروز بالای پدر و مادرم و عائله‌ام فشارها آوردن، من دیگر آرام نمیشینم. برادر عزیز، او فشارها رو آوردن میگیرن، او سورا خب باید اهمیت نتی اونه که حرکت کنی حرکت کنی برادر جان. باید همین الان برادر جانم سخنهای خوب بنویسی، انشالله از میخونم. پروست اکا مردم میترسن که باز همان روزهای سختی سالی 92 97 به سرشون نیاید، اگرچه مردم هم خونشون در جوش است. برادر عزیز، یک چیز ما باید خوب مطرح بکنیم. هر یک نفری که فکری سال 92 و 97 در یادش میاره، این فکر رو باید از یاد ما ببریم. ما تاجیک‌ها نباید دیگر فکری جنگ بکنیم. فکری جنگ کردن این خطای بزرگ است. در سرزمین ما باید جنگ نشود. در سرزمین نگاه بکنیم، نه مثلا دشمنای ما روسیه ما را جنگ داخت، کشوری ما چه خیر شد، زدن همه را، چقدر نفرای ما را کشتن، چقدر جوان مردای ما را کشتن، چقدر نفرای بهیمت این ملت کشتن، چقدر مادرها خون گریستن، چقدر مادرها فرزندای خود را گم کردن، چقدر نفرها بیخانه شدن، چقدر خانه ها را علو زدن، چقدر مردم اذیت کردن، چقدر مالهای مردم دزدیدن. اما کشورهای همسایه ما بدون جنگ دولت‌های خودشون آباد کردن. ما باید فکر جنگ از یادمان ببراریم و عوض شدن یک حکومت معنای او را نداره که در یک کشور جنگ بیاید. ما اول باید که عدالت پروری را یاد بگیریم. حداقل یک نفر که به ما اذیت ظلم میکنه، حداقل ناترسیده برای مردم بگون. امروز من از زیاد نظریه‌های 5 نویسن مردم درباره اذیت همین بگیم که رئیس ناحیه‌اش و بگیم که باز نامش چی بود، رئیس امنیت، اینا مردم زیاد می نویسن، می ترسن که در اخبارها بنویسن. شما نترسین، حداقل در رادیو آزادی بنویسین، حداقل در اخبار بنویسین. یا مثلا اخبار یک بگیم که سامانه خبری است که از تمام خبرها را بگیم که پخش میکنه و تا جایی که هست حقیقت هم میگویه، یعنی که ترس از اون کس نداره. امروز ما باید جامعه خود بسازیم. همون نفرانی که باز من دعوت میکنه که ای خوب میشوه هیچ به خوب نمیشوه. اگر یک حکومت دیگر هم بیاید ما و شما خب کنیم، اونم در بالای سر ما میگروید. ما باید امروز از خود ما شروع کنیم کار کردن. ما امروز باید از خود ما شروع بکنیم، بگیم به همون نفر که ای مردک خوب، تو نباید خیانت کنی. تو یک رئیسی بگیم که رئیس تنظیم، تو باید که تنظیم کارت باشه، نه اینکه با دیگه کار. رئیس تنظیم، من اصلا حیران میشم که اصلا چرا رئیس تنظیم وجود داره. خیلی همه را پری رئیس کردین، خیلی همه را پری نچنگ کردین، آخه یک نفر نیمونین در بلوشو که همونا را بگیم که نگاه کنن. راست اگر ما جنگ ها رو نمیخوایم، مثلا حاضر ما در آلمانم میخواهم از اینجا رفته وطن را آباد کنم، اما بسیاری آدم ها حقیقت رو نمیفهمیده به جنگ میخیزند. برادر عزیز، قدم نفری که به جنگ میخیزه، او انسان بگیم که فهمیشش از یعنی که نمیفهمه که حقیقت کار چی است. نباید انسان بگیم که خودش برای یک کار به جنگ خیزه. ما کوسک نیستیم که جنگ کنیم. ما باید که با راهی فهمیش، با راهی صحبت همدیگر را بفهمیم. ما تاجیکا در سر همدیگر زوریم. هم یک بیگانه یک ارمیان ای به خدا یک ارمیان میبرد 1000 تا کار میفرما پلت نمیده،
10 تا آواز که نمیتونی نیک یک هم ملت خرد بیچاره میگری میزنیش. ما ملت در سر خود موزوریم، ملت ما سروایران برای ملت خود شای. در روسیه 4 طریقه دای میپرسیش چیکار کای هیچی تاجیکا پلاش را میگیرن میرم میزنه میگیرم شو. آخه ناشکریت ریکتی تاجیکایی آخه تو با پلای تاجیکا چیکار داری با جایی که یاردم شو کنی؟ منوچهر برادر بیزار شدیم ای دستی رئیس ناحیه یونس نام دارد او یک عرقخور بدبخت. این رئیس ناحیه همو کبود سیفدین این اولادن ایمو با فکرم ده همو 5 فقط رئیسن. مردم ناحیه 5 خواهش میکنم که در نکلس که من در فیسبوک من بنویسیم ان شاء الله به نزدیکی فردا بر پروگرام میخرم و مراجعتی من بر رستم آملی خواهد شد چون که او میگن که بگیم بسیار حقیقت پرور است که نگاه میکنیم که توجه حقیقت پرور است و با تمامی ساختاری حکومتی انشاءالله من مراجعت خواهم کرد تا چون که یاد داشته باشین رئیس استرافشان ناحیه استرافشان بر ضد حجاب گپ زدگی به دوستای عزیز بر ضد نفرایی که مسجد میروند من یک مراجعت کردم شما میتونید تماشاش کنید در یوتیوب من مراجعت کردم دربارش گپ زدم بخشش پرسید و گفت که او فکرش هیچ سوچ نبوده است به همون خاطر ما امروز باید بگیم که نفری که فقط همیشه رئیس ناحیه و رئیس امنیتش هم میگم بسیار مردم اذیت میکنه و رئیس تنظیم نوشیدگیش هم میگم بسیار مردم اذیت میکنه. خب مردم بیچاره آخی 4 تا انگه در روسیه پل کار میکنه میگه با آخی راستی مردم 5 من نمیفهمم شما چی قدر ترسون چه کشیدگی هستین چرا که شما قدر شیروی نر این قدر بخدا نفرایی که برای همه چیز خدمت میکنن کندیکسی نداشتن یا اون کسا گپ زدن ایمونن امروز یک نفر خسته است همون کبود سیفدین من خواهش میکنم کدم شماره شده داشته باشه روی کنه من قطعی گپ بزنم این بخدا شرمندگی است نخو که یک فراش یک پلشوک پل بگیری نخو که ای مرد ای دختر پل بگیری میگم دختر را مجبور میکنه که پل بیارین پل نمیارین ای وظیفه سرتون میکنم کد میک پل نمیاره ای وظیفه سرتون میکنم خیلی خوب مشکلی خطایی که 80,000 دلار دوی وظیفه تا خریده مردم چیکار داره آخی مردم خودش 4 تا انگه نه کار کسی رسیه اون ماست آخی نمیمونی زندگی چه بره به خدا حیرانم به خدا شرم از یک نفره. خب این اولین صحبتی من از هر یک نفر که در اینجا سخنهای مرا گوش داره من میدونم که این سخنهای مرا به اون نفر برسونین به همشو برسونین که مردم ناحیه 5 از هر یک نفری که پل گرفتین هر یک نفر مجبور کردین که پل بده برای وظیفه مردم بسیار روی کردگن من ان شاء الله در این باره صحبت میکنم بعد میبینیم که چی گپ میشه بعد میبینیم که حقیقت در کجا است. یک تفتیش کنن زمین دیگه نمونده است همه زمینا را فروختن یک ناحیه‌ای که زمین داشت یک ناحیه پخته داشت یک ناحیه‌ای که گندم داشت یک ناحیه‌ای که شالی میکردن مردم زندگی چون بودن امروز یک ناحیه‌ای نمیفهم چولستانش کردگی هستن نه زمینش دیگه مونده است هر یک جماعت شومد فروخت هر یک رئیس شومد فروخت هر یک پلکام شومد فروخت هر یک رئیس امنیت شومد چریز کرده ایسه باید دیگرها پل کار کرد آخی تا که شرمندگی تا که بخدای کارو تا دامیتین من انشالله اینمی برنامه به خاطر شما است که یک از هم بگیم که پایتخت من شما را تفتیش کنن تا وقتی که شما را بگیم که مسئله تو حل نکنن مجبوریم که ما گپ زنیم. خب هم بالا لای آخی هم آب ای بالا لای باشه خم میا سنگ خطیتا میخوره کم با صاف میشه آخی حداقل همه آدم میگن که خیلی شما بسیارات میگن که جناب نمیدونه برای همه خاطر ما اینا گفته شدیم که با همین ویدیویی که من ثبت میکنم همش تماشا میکنن از میگیم که امنیت کشور. خب اینا ما گفته شدیم مردم ناله دارن مردم گفته شدن که رئیس ناحیه از تمام مردم پل خواهش میکنه مردم اذیت میکنه رئیس امنیت هم مرا گناهگار آوردگی نمیدونم
او دیگریش یک بوتسی گرم میگم یک نفر در نویه 5 در بازار رومالای زنکا را از سرشو میگرفت. او روز جورا یک چند روز پیش دلش درد میگیره، میرود داروخری، زنش بگیم که داخل شفاخانه میشه، ایوز زن میبره که رئیس دلش زده است. رئیس دلش زده است، بر رفته است. ای زندگی آمدند آییم باز خواهد آمد رفت، ما میاییم میریم باز آمد باز میآیند. این زمین وقتی که زمین زندگی ما و شما را میبینه به حال ما و شما میگریه. خدا شاهده. همون نفرایی که دست به ناحقی میزنین یک بار فکر بکنین این زمینی که تو زندگی میکنی در این زمین میلیون ها نفر زندگی کرد، این دنیا را پدرود گفت رفت. ترم یک روزی هم دنیا را پدرود میگوی میره. آخه نخواست زندگی هم خیلی باشه، خداوند نونی خوردن داده باشه، خداوند زندگی داده باشه، نخوا کی ای مردک خوب، نخوا کی فراشه، نخوا کی همه یک زنک بیچاره را دختر را مجبور کنی که پل بیار که ای وظیفه سرت میکنم. فکر میکنی که مردم خب میکنن؟ مردم چشم دارن، کامراهای مردم چشماشو نگاه میکنن. اگه جونم سوالی ما گفتم درباره قیمت شدن اینترنت ما صحبت کردیم، اما برنامه بگیم که کروپسیایی که در ناحیه 5 حوزه دوام داره، در این برنامه خوب صحبت خواهیم کرد. خوب دوستان، سیاست در اون طرف خوب بنویسین که فکر اندیشات و در چی کاربار هستین، در کجا هستین. منوچهر یک قرائت نکردی گوش کنیم. برادر جان راستی دوست دارم قرائت کنم. خوب در اینجا ما در اینجا صحبت داریم، یک نفر شاید که در یک جو باشه، یک نفر در یک جو باشه. خود دیر قرائت کردن همیشه خوب است دوستی. از این شال یک وقت شاید قرائت میکنیم. در ناحیه 5 چی که برادری عزیز در ناحیه 5 من چند مقصد که مردم ناحیه 5 با ما تلفن میکنن، مردم عادیش، مردمی که در بگیم که در شفاخانه کار میکنن، مردمی که بگیم که کارشون و دیگر چیز است، از همین رئیس ناحیه و از رئیس امنیت و از رئیس همین میگیم که تنظیم بسیار شکایت میکنن. میگن هم مردم حالشو به تنگ آوردگی که همه خیلی میگه حق گفته آدم نمیتونه. همین حق میگوی میگن میخواب قاب مینویسه زندان میکنن، میخواب قاب مینویسه در چیت میده در بوارک. میگه همین نورد کره را اگر بدونین دوستای عزیز نمو خیلیش کردگیان. یا آدم اگر بزنی 500 یورو تا میگیرن تا 500 دلار تا میگیرن. فهمیدی هم مردم به عذاب آوردگیان. ما حیران میشم تا حالی را که مردم اینقدر صبر داشته بیست است. قرائت میکنی بسیاری ها خیلی 30 نفر بنویسه در قرائت کنیم. این خشم قرائت میگیم 30 نفر بنویسه قرائت کنیم، ما قرائت میکنیم. نه حسابش کنیم. سه نفر، 4 نفر، 6 نفر، 7 نفر.
هی ماشاءالله. کوبو کی طرفدار قرائت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آمین. بس یکی همسایه‌ام اخیراً کموناشو دادشو بگن که بس همین خوازی راشته ما تیار نبودیم امروز که خوب دوام میدیم کارمورا ماشاءالله. خب دیگه شما ملت این دوستای عزیز وقتی که ملت میخواه از ما که قرائت کنه ما مجبور هستیم که هم برای خود ما ثواب بگیریم هم برای ملت، چون ملت در سر ما حق داره. چرا که ملت ما فراموش کرده که این ملت در حقی در سر عالماش حق داره، این ملت در سر مبارزاش حق داره، این ملت در سر پرزیدنتش حق داره، این ملت در سر کارچزنش حق داره، این ملت در سر بیکارچش حق داره. ما ملت حقی خودمون را فراموش کردگیم. ما را همه خیلی ما کردگی هستن که از حق خود ما فراموش کنیم. یا زنت اگرش میاد بجایی که او کاری خچه در پیش مردم نشون بده که او کار که اگه رئیس ناحیه میروه مردم پول جمع میکنه. ماشاءالله مال اسلامی. خوب دوستای عزیز، من راستی امروز زیاد میخواستم صحبت بکنم در بسیار چیزها، اما همون کاسه‌ای که میجوشه در همین باره همون اذیتی که مردم بیچاره پنجه میکنن به خدا دل من میسوزه. من میدونم که اون مردم چه خیر زندگی میکنن، من میدونم که برای یک نولان در اوجا مردم چی کارو میکنن. من میدونم من یک نفر میشناختم دوستای عزیز، به خاطری که فرزنداش نام بته بارون نمیگفت، برف نمیگفت، درد چرخه بیچاره هر پگاهی ساعتای 8 پگاهی میخست میرفت همو بگیم که
سبزیجات همه چیزا میفروخت که فرزنداش گشنه نمونن. همین مردم بخدا چی گناه کرده است که این مردم قذب میکنین؟ همین مردم صاحب خونه شدین، همین مردم کاستوم پوش شدین، همین مردم صاحب بگیم که خاصر شدین، صاحب دست همین مردم شما پلدار شدین. همین مردم شما را چی اذیت کرده است که ما بخدا بعضی وقت بعد که هم دخترها تلفن کردن اینویای 5 بخدا که گفتن که آخی ما را مجبور میکنن که پل بیارین، آخی ما چخیل پل ببریم کی، ما چخیل پل ببریم کی. شما فکر کنید دوستای از یک بار دخترها را مجبور میکنه رئیس امنیت، رئیس ناحیه میگه که برای چی برای هم رئیس پل ببرن. خدا شاهده. اون میگه اکا آخی ما را مجبور میکنن پل ببرن، ما مجبور میکنیم که مردم بگیریم. میگه مجبور میشه که یک چیزا میگه کار کنیم که ایش بزنیم ایوش بزنیم که پل رئیس هفتیم. بعد میگه که بگیم که دکترها توبت نمیکنن. بله ما امروز بسیار نفر داریم که توبت نمیکنن، اما ما باید به حقیقت کار نگاه کنیم. به خاطر چی گپ هست؟ ما چه نری بخدا اگرم پیش بریم یکم تومور بنویسمون. نه برادر عزیز، من تومور نمینویسم. من دوستی عزیز خیلی چیزا نمینویسم، تومور نمینویسم، دعا نمیخونم. خب یکم دعا خون باشه خدمت دعا بخونم میشه. خود تا بسیار خسته نکن حال خدا. برادر عزیز من همین وقت دارم قضیه شما گپ میزنم، چون که 2 هفته بعد درسای ما با شروع میشن دوستای عزیز. بعد دیگه همیشه در درسیم ما. خوب مشکل در میاد دوستای عزیز که باید خوب دیگه ما از مردم اروپا قفویم. اگر مردم اروپا 1 ساعت از درس بخونن در سن سال ما مجبوریم که 10 ساعت درس بخونیم یک چیز یاد بگیریم. این حقیقت کاره، این حقیقت کارمیه. به همون خاطر دیگه برادر جان سوال تا نشنیدم. اکا بیا یگان روز مصلحت کنیم پریش تماشا بریم، یگان جا بشینیم به حضور مصلحت نصیحت کنیم بهترین میشه. چی گفتین اکا؟ میریم انشالله، میریم پریش. میخوام برم برادر جان، میخوام میریم انشالله. چونه اما نه کمک دیگه، کمک اگه مونده بعضی کارو بود چون انشالله که میشه که بریم. اخی یگان او طرف دنیا نه دست اخی. برادرها از پاریژ هستین، از فرانسه هستین، در همینجا کویا که بگین. تشکر میرزای برادر جان، تشکر برادر. نه اگه مهمونی ماندنی باشه ما هیچ وقت نمیگیم که مهمونی نه. برادر این برادر پاریس تیجی. خوب حتما انشالله برادر جان در فیسبوک من بنویسین. اگر که فیسبوک رو شما در هست که من انشالله خیلی کوشش میکنم که تمام دولت های اروپا را به تاجیکان عزیز نشان بدم. به همون خاطر بسیار مهمه که شما هم ویدیوهای من تماشا بکنین. چند وقت برآمد نمیکردم، هم بیمار بودم، اما انشالله کوشش میکنم که سطح ویدیو هم خوب بکنم و زیاد درباره بگیم که چیزهای درکاری باشن، چیزهای دولت‌هایی باشن که ما آستا چشمان مردم رو باز بکنیم که مردم ما رو از روسیه بگردونه و به دیگه طرف رو بگردونه. نه مردم باور کنین این مهنتی که مردم ما در روسیه میکنه، این مهنت اگر در دیگه کشورها میکردیم کو ولی به خدا ای تاجیک بگیم که همین تاجیک میگفتن که ما فخر میکنن مردم. بسیار مردم ما در روسیه مهنت کردگیان، بسیار روسا را مردم ما صاحب نان آب کردگیان، اما این ملت هیچ وقت شکرانه نمیکنه. ملت روس در خونش میه که
میگویش که ما کار کنم، میگه که میتونستی که همین کار نکنی. با اون خاطر اینا بلگدر نیان گفته خودشو. از آمدین در کجای برادر جین از اونجا؟ دارتون برادر عزیز، از آمدین برادر جان. انشالله به نزدیکی میام. یک کم کار باردارم حاضر شاید که دادم 2-3 هفته یگانجا بمانده نتونم، اما خب دارت بونم یک 500 کیلومتر است، اما حتما انشالله میم دیگه که نگاه میکنیم. برادرها در اونجا هستن، دوستا هستن. منوچهر برادر خواهش میکنم بگین درباره معلم ما با خدا قسم ای دست رئیس ناحیه بیزار شدند. معلمای ناحیه 5 تلفنم کردن. من نمیدونم اون مردم از کجا درک یافتن که من حقگو هستم. تشکر که ویدیومو تماشا میکنین. خب بازودی 1 میلیون میشه. خب از کی مردم تماشا میکنن ویدیوهای مرا، من تشکری میکشم از همه نفرایی که بگیم که کوشش کردیم برای مردم رساندین که یک نفر حقگو است و میتونین که با اون انسان برسانین. بگین تشکر به همه شما. معلمان هم راستی برای من گفتن که این مردم فکر بکنین دیرکتر مکتب مجبورش میکنن که بگی 1000 سومونی بیار. آخه دیرکتر مکتب یک جو 1000 سومونی بیاره، میگه 400-500 یا که 1000 خونده مجبور میکنیم یگان چیز بگیم که یگان گپایی یفسومی جمع کنن. وقتی که مردم نمیخوان میگه یفسومی جمع کنن، ما مجبور میشیم که با معلم ها را 50 سومی پلوش وانتیم. به خدا بیرم نمردیه یا خی. من خودم از ناحیه 5 برادر کنید صحبت کنید. چی وضعیت است؟ وضعیت بسیار برادر خراب. وضعیت ناحیه 5 بسیار خراب. رئیس امنیت بگیم که رئیسی چنم داشت تنظیم بسیار حال مردم هم خیلی وردگی مردم باور که دیگه هم خیلی حق گفتنش نمیمونن. مردم ای معلم و سرکردگی تا طلبه تا هم را فقط شکایت میکنن. من نمیفهمم که این حکومت جمهوری و نفرایی که در بالا میشینن چرا که شما این ناحیه 5 به صاحب گذاشتین. شما که دست از بگیم که میگن که ما حقیقت کار هستیم، ما چی هستیم. یک بار این مردم ناحیه 5 چی شانشون نمیدی. چند نفر میگه یا نفر نقل میکنه میگه اکا 10 بار نامه نوشته میگه در 11 بار میگه منم چی کردن. میگه گفتن که زندان میکنین، تهمت کردن باید زندان میکردن. فکر بکنین دوستای عزیز. شما فکر بکنین که برزید ناحیه رئیس ناحیه آدم نامه نویسید و پرزیدنت ای اونجا شیطانا اومدن نمیدونم ای نامه را گرفتن در راه دروندن اومدن مرده که قپیدن گفتن که تو گناهکاری فلان کارا که اگه بکلا بگیری بکلا نمیگیری قلط میکنی. دوستایی که برزید ناحقی هستین بزنین هم کچلیک کلونیتون که تمام مردم بفهمن که حقیقت یگانه راه زندگی ما و شما از حق گویی. من راستی نمیفهم بعضی نفرات دوستان میدونن داخل میشن گوش میکنن اما همین چلیک کلونیشون نمیچخن. این چلیک کلونیش ما فایده میکنن دوستای عزیز که دیگه وقتی که در یک جا مردم صحبت کرده است باشن زیاد مثلا بگیم که انگشت کلونیش ما را بگیره یعنی که محقول است به من بگیره بگیم که زیاد مردم با تماشاش میکنن. فایدهش همین میشه که یک آدم سخن حق میشنوه ثواب میگیری. از مسکو خیلی اوین در نمارید برای جورا یک چیپتا بگی سوار شبیه آلمان خیلی میایی دیگه. خوب اکای منوچهر درباره ناحیه شوراباد یگان معلومات دهید کمترک. برادر جان من درباره ناحیه شوراباد نمیدونم. همین چیزی که نمیدونم برادر جان نمیدونم. یعنی حقیقت بگم هیچ فهمیش هم در اون باره ندارم. یعنی حقیقتی کارای. السلام علیکم برادر امین معروف و علیکم السلام و رحمت الله. خوب که یگان نفر زندگی امروزش بنویسه. ما هر روز صحبت میکنیم و ما از دوستا سوال میکنیم. دوستای عزیزی که
چی کار کردن امروز مفصل بنویسین در همین باره و چی فکری نو دیاتون آمد. من میخوانم که برای مردم بگیم که از این فکر شما استفاده برن و ثواب بگیرن. خواهش میکنم دوستای عزیز، یک نفری که میخواد زندگی امروزش بنویسه امروز زندگی امروزش، چون که ما باید یاد بگیریم چون ما باید بآموزیم چطور ما فکر اندیشه خود بنویسیم، چطور فکر اندیشه خودمون بگوییم. و این صحبت ها هم به خاطر همون است که ما و شما یعنی که فهمیش دنیایی ما بالا ببریم، فهمیش انسانی ما بالا ببریم، فهمیش فرهنگی ما بالا ببریم. علیشیر وحشی برادر جان، اینا ما همه علیشیر وحشی نام تا عوض نکردی. وحشی نمیفهم، اگر معنی وحشی نمیفهمیم وحشی ننویسین، خوب نیست. علیشیر وحشی: از دست مردم صاحبی چیز و چاره شدن، خدا خواهد از دست مردم سرنگون میشوند. خوب، خدا قادر است. این مردم و خدا اکنون هم نفرهایی که فکر میکنن که همیشه در سر وظیفه میمونن، من حیران میشم که این مردم چی فکر در سرشو باشه. اگر که قذافی را بدونین دوستای عزیز، همون که بایگریش زیادی بود که حتی در انتخابات های بگیم که امریکا، فرانسه دست داشت، همیشه یک کدام طرفداری میکرد، میگذاشت و آدم. قذافی نیست، قذافی گرفتن زدنش، کشتنش، اذیتش دادن. میدونیم به خاطر چی دوستای عزیز؟ به خاطر که همیشه به مردم ظلم میکرد. زندگی مردم خوب بود، اما وقتی که به مردم ظلم میکرد، مردم دیگه زندگی خوب فراموش کرده بودن. به همون خاطر دوستای عزیز همیشه در همین فکر باشین که همه ظلم از ظلم کوچک شروع میشود. هیچ وقت کوشش نکنین که به سر یک انسان ظلم کنین. رئیست باشی، رئیس جماعتت باشی، دیگر باشی. من بعضی ها امین بگیم که رئیسی همی شهری که ما زندگی میکنم، بürgermeister میگن، باور کنین مثل یک انسان است که همیشه هیچ کس در او ترمی نداری، هم خیلی میره قدش گپ میزنی. اون روز من در یک جا با دوستا بودم که یک نفر آمد گفت که همه قشتیم قدش صحبت کردیم در چی باره که بعد من پرسیدمش که یک دیگه گپاش بالا رفتن، پرسیدمش که شما چی کارگرین؟ گفت که رهبری همه حزب CDU در همین شهر لیپزیگ هستم. ما بعد حزب CDU یعنی حزب نه اینکه کمبغل است، هیچ کمبغل نیست، حزب بویا، حزبی است که حکمرانی میکنه در آلمان حاضر بگیم با یک حزب دیگرش. اما وقتی که میبینی، من به خدا وقتی که سادگی این مردم بینم، اینمی گفته مردم میگن که اینمی پر است تا یک، اینمی باور نکنید اصلا انسان احترام شو به اون انسان میخیزونه که نگاه بکه زندگیش خوبه، تمام چیزا داره، اما در دیرش کبر غرور نداره، با همه مردم یکی. اینا شما فکر بکنین که یک رئیس حجابوی مردم ای سرش میکشن میگیره، در ناحیه پنجخود نفر وفات کرد و کسل دلش سر میشود. شما فکر میکنین که دعا یک مادر تاجیک نمیگیره؟ بسیاری نفرای کار میکنن فکر میکنن که دعا یک مادر تاجیک نمیگیره. خدا شاهده دوستای عزیز. خب من بسیار با مردم صحبت میکنم، با بسیاری اشخاص صحبت میکنم، وظیفه دارش، به وظیفهش، پلکونیکش، رئیسش، نمیدونم کارگرش، همش صحبت میکنم، بیکارش. من با دوستای عزیز نفرایی که در جنگ شهروندی یگان نفر کشتن، اذیت کردن به دیگر نفرها، خدا شاهده دوستای عزیز زندگیشون از زندگی سگ در بد شده. بعض نفرایی که آدم کشتگن، یک برادر نقل کرد گفت که همون نفرایی که در سالهای جنگ شهروندی آدم میکشتن، گفت من همون نفر را دیدم، گفت در برش خو کردم چون که
پیش ما مهمونی اومد، میگفت شو میخیز مثل سگ بره، میگفت علوجاک میکشید، میخیست و عصر میکرد. حقی مردم فکر میکن دگلو تون نمیشود. یک برادر میگه قطعی بچه پروکرور میگه در یک جو درس میخوندیم، میگه هم مرم میگه یک آدم اونم یک آدم میگه من یک بچه میگه کمبغل میگه همین درس یک بار میخوندم درس یاد میشید. میگه او بچه پروکرور هم قمیزه درس یاد نمیشید. میدونیم برای چی برادر از گرامی؟ برای او کمبغل نان حلال خوردگی، او کمبغل نان حلال خوردگی، اما نان حلال که خوردگی خداوند ذهنش هم خیلی کرده که یک بار میخونه یاد میگیره. اون نفری که در وظیفه اومده کمش خوردگی بچهش ولی حرام خاطی کلون کردگی. بعضیا از هیچی دروغ میگن، از هیچی دروغ میگن. دروغ گفتن یک ظلمی به سر خود انسانه. دروغ گفتن برکت انسان از زندگیش دور میکنه. حماقت داشتن برکت از زندگیت میگیره. شما برای چی باید زندگی کرد که همیشه دروغ گفت؟ من اصلا به خدا نمیفهمم. در حقیقت بعضی وقتا میشنی فکر میکنی میگوی خدا جان چرا که همین چیزا خیلی باشه؟ چرا که همین انسان ها میفهمن که حقیقتی کار در جای، همین انسان ها میفهمن که این دنیا در این دنیا هیچ کس دنیا بون نمیمونه، هیچ کس در این دنیا نمونده است، چرا که ظلمشون همیشه ادامه میدن؟ بعضی در حقیقت فکر میکنن که دعای یک مادر تاجیک نمیگیره. دعای مادر تاجیک هر یک نفر میگیره. هر یک نفرایی که ای میلیون به صفر اومدن، هر یک نفرایی که از تخت از بالا به ته اومدگی، ما دیدیم زندگی هم را دیدیم، هم کلونی شو دیدیم، هم میدکی شو دیدیم، هم در مورش رو گپ زدن. به همون خاطر دوستای عزیز در پیش نفس خودتان ظالم نباشین. یعنی دروغ گفتن، حماقت، حقارت کردن هم زندگیتون رو به برکت میکنه، هم ظلم شما به سر خودتون میکنه. من برادر هیچ که نیستم که به شما نصیحت کنم، هیچ که، به خدا قسم خاک پای شما هستم. اما خب یک گفته که همین اشتیای همین سخنان را گفتنم داد، چون که بعضی وقتا انسان میشینه فکر میکنه چه کنم که همین درد دل برای مردم برسانم. درد دل وقتی که انسان میخواد که درد دلش برای مردم برسانه، تو نمیتونی که ایرا ساختکاری کنی. با ساختکاری درد دل نمیتونی برای مردم برسانی. درد دل او وقتی رسانده میشه که دل از غم پر میشه و تو دیگر باید که کپش بزنی. خوب، تشکر برادر جانی که گوش کردین. موفق باشین. اگر ما انشالله نیت داریم ما آلمان بیم درس بیاموزیم، بعد پیش خود بیام ای پیشت صحبت کنم انشالله. برادر جان هر وقتی که اومدی صدقه گفته امو خاکی پات، ما انشالله با هر یک نفری که از صحبت میکنم، از هیچ کس گریز ندارم. گناه نکردم که از یک نفر بگریزم، دروغ نگفتم که از یک نفر حذر داشته باشم، هیچ کاری نکردم که یک سلطان سلیمان اگر بدونین امو بگیم که ما حکومت عثمانی را امیرش یک گپ خوب، یک نصیحت خوب برای فرزندش میده. میگه فرزندم میخوایی که رو در پیش مردم سرخ نشوه و در پیش مردم هیچ وقت شرم نداشته باشی، دروغ و فند اذیت برای مردم نکن. و همون خاطر بعد تک تک یک نفری که میخوام مرا ببینم، من همیشه هستم، انشالله میتونم که با هر یک نفر ببینم. خوب، السلام علیکم برادر، سلامت باشین. چه درباره ناحیه درواز چی؟ خب برادر جان، ناحیه درواز میدونم زیاد خوب، اما من درباره ناحیه گپ میزنم که مردم برای من تلفن کنن. هر ناحیه‌ای که مردمش زیاد تلفن کنن، نقل بکنن که چی است که چی است، من درباره همون تلفن میکنم. من با یک زنگ تلفنم بار که درباره ناحیه 5 گپ نمیزدم، اما وقتی که معلمات تلفن کردن، وقتی که بگیم که دخترات تلفن کردن، وقتی که فراشات تلفن کردن، وقتی که دهقانات تلفن کردن، وقتی که پختچینا تلفن کردن، وقتی که طلبه ها تلفن کردن، دیگه مجبور شدم در این باره گپ زنم.
اگه برادر کم کم ما رو با فکر میخندونم. گوش کنین اگه گپشم. منو چه برات یک عروس یافتم نیمکای نیکی قرض داره پولی خانهش نداده من چیکار کنم تو چی سوید میتی گیرم شیانه 6 ماه پولی سویچ نداده میگه بگیرم تو چی میگویی گیرم شیانه این خلط برادر امو در امجای غریب شو باید مسخره باز کار کنی خیلی در اموجا باید مسخره باز کار کنی خوب اگه دیگه تو مردک کلو خلط میمونی نمیدون راستی میگیری نمیگیریش منوچهر برادر ای مالداویا میشه و آلمان رفته چون میشه و همه جا آلمان میشه اومده الله برکت کنه ان شاء الله گپی نیکس خانه نیک خیلی تشکر برادر در پشتی پرده چه بود نمیدونم شاید یگان نویس در همینجا کمی از das یکم باشم was machen Sie hier einfach ich weiß nicht vielleicht sind Sie ein Terrorist نه برادر خیلی یگان چیز باشه گذشتگیه من راستی حتی پرده های خونه هم راستی دوستای عزیز من نیستن در خونه که من میشینم من از مردم یکون چیزی بجا ندارم من همه همسایه من میبینن که من در همینجا اشتگیم گپ میزنم همه نفرها حتی همه آلمانی و همش میبینن میدونن که من کی هستم هر یک نفرش چون که من خودم همیشه در همین اتاق گپ میزنم و پرده ها رو هم بازن یعنی که هر یک نفر میتونه که داخل نگاه کنه درباره یابان ما در وقتش در دیدگی بودیم زیاد نفر یعنی که دانشجو و خیلی نفر از ناحیه یابان خب میفهمم که کجا از ناحیه یابان یعنی که چیش دارم خب وقتی مویز اومد حتی خب یک دهن آبتیم خب یک فکر دانشه اختونم نایشه دوسته نیست بعد انشاءالله ما سرش میگنیم گب زمینه 90% تربیه از گیر و اطراف است 10% از خانه سبب در آن است که ما در خانه سخن میکنیم و میشنویم و در کوچه و اطرافی که گشت و گذار میکنیم میبینیم در سر تیز جلب میشود از آنی که بله برادر جان درست میگوی بله بله برادر درباره خدمت حربی چرا نمیدونم میدونم برادر جان یک بار دیگه سوال تبنایید خوب ندیدم السلام علیکم برادر و علیکم و علیکم السلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته چی سوید میتی روین یا نه برادر عزیز من همیشه گفته ایستادم که من دعوت کردن نمیتونم که ای مردم بیاین بیاین نه که گفته است چون که قانونی حق هیچ ندارم و نمیخوام که من همچون بگیم که چنون داره بگن که هم نفر برای مهاجرتی غیر قانونی مردم دعوت میکنه به همون خاطر ما این گپ گفتن نمیتون راست اینه که گفته استن برادر که با چند تاجیکا آلمان و تمام دولت اروپا بیان خوبتر میشود چون ما اگر با چندی که وابستگی ما کم شود از روسیه همو قدر انشالله که فایده میبینیم همو قدر فایده داریم برادر در چند ماه در آلمان یاد گرفتی برادر در 3 ماه من گپ میزدم خب بعدش دیگه حرکت زیاد کردیم من در 3 ماه گپ زدن من یاد گرفتم چون هر روز 12 ساعت درس میخوندم و وقتی که 3 ماه پر شد احساس کردم که یعنی که آسانی احساس کردم بعد دیگه همون قطعی حرکت کردم رفتم
اگه همین هندوستان و پاکستان چیش که و یک هم شب و شب کند مثل همون سگایی که سگای افچرکه انکو میاشن آس میکنن یک میچسبن زود تمام میشن هم خیلی انو هم یک چشم دیدن ولی اشته یک بویش هم دیگر شزد دیگر راستی با آلمانی اگر اجازت باشه با دوستای عزیز خواهش میکنم که 52 نفر هستین در همه جا بنویسین نفرایی که با آلمانی می نویسن حق دارم که با آلمانی جواب شدن چون که دوستای عزیز شما با تاجیکی گپ میزنین و میخوام که شما بنویسین که برای من حق بدین چون که من با شما صحبت میکنم و حاضر شما هستین شما اگر که مثلا 20 نفر دیگه برادر این کار کردن در کار من گپ شما رو میگیرم 20 نفر بودن که نه کار نمیکنم همین نفرایی که با زبان آلمانی می نویسن دوستا شما چی فکر دارین با زبان آلمانی جواب شدتون یا که با زبان تاجیکی خب آواز نمیمونیم یک نفر شروع میکنیم بله دو خوب سه نفر تاجیکی دو نفر گرفت سه و حالا هم فکر کردین سوال همیای زبان مادری سه و سه شد وای هاخشون تاجیکم بله تاجیکی مهترش با کدام زبان معقول است جواب گوید فکر شما را فکری خوب فکر شما را فکری خوب خب من میخوام میرم بخونم اگر با زبان چی با زبان بگیم که تاجیکی جواب رستم. یک برادر میگه که ich will Ausbildung in Frankfurt machen, ich habe schon ein Hotel gefunden, aber mein Chef sagte, dass dort für dich ist schwer, weil das dort für dich schwer ist. Das وقتی که میرسی باید ist در آخر بیا. Weil mein Chef sagt, dass dort für dich schwer ist, weil die Wohnung und Produkte sind zu teuer. Und was meinen Sie؟ این نفر رئیس است که میخوام در فرانکفورت خوب با زبان آلمانی جواب نمیدم چون مردم راضی نیستن. یک خوب برادر جان عزیز من فکر میکنم با چند یک شهرهای کلان بیان خوبتر است خوب پروداکت در همه کشورهای آلمان در هر یک مغازش یک چی داره فکر نکنم که قدر فرقیت زیاد داشته باشه خب یعنی که یعنی وابسته از است که شما در کجا تمام میخرین از کجا میخرین اگر ایدیکا بخرین ای جای قیمت فروشی بخرین مثلا میگن لیدل برای ما ارزون بعد الدی برای ما ارزونه ما نتو برای ما ارزونه ما پول داریم باید ای دیگه مغازه قیمت بخریم عزیز اما در همه مغازه‌ای در کجایی که هستن فکر میکنم که نرخشون یک است خب خانه قیمت است در فرانکفورت اما بعضی ای در فرانکفورت یک جایی هست که میتونن که باز یک کاری پیدا بکنین یعنی که چشمتون باز میشه من فکر میکنم که هر یک شهری که کلان باشه و در اوج شما شرایط کار کردن دارین همونجا خوب است در یک سال گفته هم مردک تای پاپو میشه انشالله زندگیتان خوب میشه برادر گرامی منوچهر جان در آلمان با چه کارها مشغول هستید برادر گرامی در درسخونی مشغول است برادر گرامی درس خونده شده است انا در دو جبهه درس خونده شدیم دوستی عزیز بدریان که ارزونه بدریان که آخی برادر جان او لهستان است آخی شهر کلان بله اما شهر کلان با خوب فکر شخصی من است که شهر کلان با اگر که پول زیاد هم تی بازم او با برکت داره با پول زیاد پیدا میکنی در شهر میدان نه پول پیدا میکنی نه دلارش میتونی بچه دیگه انسان در دستش پول گرفتی استفاده بود با چشمش باز میشود خب برادر در یک باره یا اون گفت گفته دیگه نمیتونم من فکر خدمت گفتم زنگ گرفتن دکتر آلمانی آسونه مشکل نیست فکر نکنم که مشکل باشه
خب برای هر کس هر خیلی، بعضی هم توجیه گرفتن نمیتونن. انا او خوب دیگه وابستگی از شخص داره. بهمان جان انشالله صحبت میکنیم درباره مردم خراسان. من برادر عزیز بگیم که انشالله یک روز میشه که من حتی برای شما بگیم که ثبت میکنم که من در کجا درس میخونم، اما حال حاضر برادر در این باره یگون گپ تو گفتن نمیتونم. بله همون گپی گفته که برادر درسته، خودت بفهمی خودم و رشته مرا رشته سیاسی و بگیم که هم رشته سیاست بسیار سیاست و اقتصاد است. خب سیاست همیشه با اقتصاد یک جا است، به خاطر که در جای پل است در اونجا سیاست است. و خب نه اینکه به خاطر پل دوستای عزیز، علیشیر وحشی نام عوض کردن تونستی بدرو در همونجا اگر با زبان روسی باشم مای کانال میشود، انا با زبان آلمانی من کانال، بعد در اونجا اینشتین نستروی که میشه در اونجا که داخل شدی نگاه کن میتونی که ایوازش بکنی، خود درون ایواز نیست اما ایوازش کنی خوب است، اون کسی میفهمه. علیشیر وحشی خوب نیست که چی نامه اصلا. آها مردم اویغور، مردم اویغور، ما اصلا مردم اویغور رو یک بار نجات داده که همین حکومت اسماعیل سومانی در این وقت که همین چشم تنگکو به ما بگیم که حمله کرده بودن، انا بعد اسماعیل سومانی فرمان داد انا جورا سرش کردن زده در تای قریب 100 سالته بگیم که حفظی تاجیکا بودن همین اویغورو. بعد دیگه یعنی چتال شدن اون وقت دیگه یعنی غزنوی را دستگیری کردن. بعد یعنی بگیم که با ما مشکلی اساسی ما همین فارزبان این بود که کد میره که یاردم میکنیم دشمن ما میشید. دارم سیاست های پیشکی رو بتایستم دوستای عزیز، وقت های دولت تاجیکی را. سلام علیکم اکا چی با نمیخونین؟ چی نمیخونین مادر؟ جورابای برادر جون، این مردم ما اگر برام کلای حقیقیش زیاد فکر میکردن ولی ما در عذاب نبودیم. این مردم ما امو بگیم که خوب دیگه نمیگم، فقط زنگیری زنگیری زنگیری. مکتب تیو نکرد که زنگیری روسیه برای در اکن نگاه کن دوستای عزیز، خدا شاهد دیدم مردک روسیه رفته است برای زنگیری، در روسیه کار که از بیچاره خنک شده است، بگشت از تاجیکستان اومده است. این چی فایده داره من نمیفهمم. برای زنگیری هیچ وقت روسیه کار کنی نروین دوستای عزیز. بلال اکبر برادر راز تعریف برادر درس تاریخ در میتین فقط در ایفیل برادر من برای تاریخ زیاد صحبت میکنم، یعنی که هم سوی که تحقیق میکنم هر روزه، اما چخیل بگم خوب او قدر یعنی شوقمندای تاریخ زیاد نیست، چون شوقمندای تاریخ وقت زیاد میشه که مردم اقتصادشون خوب باشه. مردم ما در یک صدوری دیگه پست اقتصادی هستند و همون خاطر ما نمیتونیم که مردم مثلا اسب نخترش بزنی چخیل میشه نمیشه، اسب باید لجام بزنی.
به همون خاطر برادر فارس و آریا هر دش یک که به گفته تاریخ شناسان مردم ما 100 سون بیان زنش میگیرن. موسی برادر جان چند ماده آلمانی یاد گفتی؟ برادر 3 ماده. علی زفر میرزاєв در همین گپای خود بسیار خندیدم. خب دوستای عزیز، یگان خیلی بگیم که موردهای مهم اگر نداشته باشید با اجازت شما ما بگیم که ترک صحنه کنیم و برای شما بگیم که شب خوش یا که شب بخیر بگوییم. اگر یگان سوال داشته باشید، یگان سوالی که در موردش باید صحبت کرد، خب انشالله بنویسید در باره صحبت میکنیم. پلیتیک ویسنشافت میگن دوستی عزیز، پلیتیک ویسنشافت، سیاست و روابط اجتماعی دوستی عزیز. جورابک سلام برادر، من خواننده ماجستراتور دانشگاه ماشاءالله. این یعنی که اگراریش بسیار خوب است که یعنی برای اکولوژی ما بسیار نیاز داریم. این وظیفه‌ای که از کار خود میخونیم از در همین کشور اروپا فقط گپ درباره همین اکولوژی رفته است، بسیار در کار میشه و ان شاء الله یک روز خوب در تاجیکستان هازی و قدر چی نیست اما بسیار چیزی خوب است. ان شاء الله در آینده کار خوبم پیدا میکنیم، هم خدمت میکنیم برای وطن. نه الان هم ولستخدم خوب گپ میزنی و کم خوب گپ میزنی، بس که اینه که هم دیگر هر گپ بوده. شما نیم خوابی خوش شب خوب. اکا قریب 5 ماه میشه و یاد نگرفتم، چخیل کنم تیز یاد بگیرم. اگر همین 4 نصیحتت میکنم، اگر همین نصیحت های من گوش کنی انشالله به هم استاد 2 ماه بعد گپ زدن یاد میگیری. 2 ماه بعد کتاب بخون، بلند حداقل در یک روز 20 صفحه کتاب بلند کتاب بخون. 20 صفحه حداقل، تو 50 صفحه بخونی ماشاءالله. دیگه‌مش فیلم هایی که برات معقول هستن، مثلا دوست می‌داری تریلر، دوست می‌داری فیلم های رومانتیک، رمان، هر چیزی که دوست می‌داری در همون فیلم ها هر روز یک فیلم تماشا بکن، از اول تا آخر باز تماشاش بکن. یعنی هم شوق پیدا کن، هم بعضا میگی هر سخنی گفته میشه او سخن‌ها را تکرار بکن، یادش میگیری. برادر جان قرائت کردیم شینر، ان شاء الله همه را خون نخیزونیم با همسایه‌ها. همسایه‌ها خون نخیزونیم جان، یگان روز باشه ان شاء الله حتما میکنم. من برادر درباره سیاست میخوام برادر، رشته من پلیتیک ویسنشافت میگن. امر معروف بخشش برادر جان. نه اینا خود نگه میکنم که چی سوال نیسته. سمیه صدیره و شما دیم خوابی خوش خیلی خواب رفتنیم باشیم. اپای عزیز خواب کنیم.
علی ظفر جان اکت یک آدم آلمانی شرق آلمانی گپ زدن داره که سختگیری بد نکرد. اون یک نفر عکسی که من برادر جان نمیگم برای شما گفته هستم برادر جان جمعه بای شنیده استا باشین شنیده استا باشین. ما چند بار در سوال شما جواب دادم شاید که فکر نشنیده باشین. آها ها به ایشون فرستند فهمید مادرم. دوست اگر غمخوار باشد مثل او غمخوار باش. دوست اگر بیمار باشد دوستی دلبردار باش. دوست اگر غمگین بگردد از تلاش زندگی تا توانی دستی او گیر و برادروار باش. ای شعری خوب یک بار خونش. دوست اگر غمخوار باشد مثل او غمخوار باش. دوست اگر بیمار باشد دوستی دلبردار باش. دوست اگر غمگین بگردد از تلاش زندگی تا توانی دستی او گیر و برادروار باش. خب سیاهان برادر جان کمک امو ریدوتسیر باید بکنین امو صحبتاتونا. حاضر وقت هم ندوست نیست. نه خب راستی من فکر اندیشه خدمه دارم. میدونم نمیدونم بگم نگم تو با نگین که همی آدم کوهریه. من با بسیار نفرها همچون دوستمان یعنی مثل دوست صحبت میکنم اما خیلی بوی رفیقی که داشت برای خودم یک رفیق را که براش بمبرم خودم برای ما بمبرم من خیلی زور قبول ندارم. انسان یک هر چی که میتونی بکه انتظار نباش که یک نفر چی برای تو میکنه. هر چی که میتونی بکه بالا از نفست نباشه. کدمی که روزیه در میگم چی کلمه شب چخه هر چیزی که میتونی بکه بالا از نفست نباشه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خداوند نفسی تو را تکلیف نمیده فقط به اون وسعتش به قدر رسویش. وقتی که تو جرأت یک کار کردن تو نمیتونی دست نزن که تمی کار کردن میتونی. ما در یک دنیای زندگی داریم که انسان میتونه در 4 روز عوض شود. فکرها عوض میشن، عقیده ها عوض میشن، زندگی عوض میشن. همیشه شکست ما و شما دوستان همی است که از یک نفر یک چیز انتظاریم که اون نفر نمیتونه برای ما او چیزا بده. این خطای بزرگ است. ما باید همه انتظار از خودمون باشیم، از خودمون. هر چیزی که در زندگی ما برای خود میتوانیم بیاریم، هر چیزی که در زندگی برای خود میتوانیم بگیم که بعد از بیاریم، اینمون چیز برای ما مهم است. انتظار نباش که یک نفر. من دوستای عزیز قریب که زیاده از 6 سال 7 سال میشه که همین عقیده دارم. از هیچ کس خدا شاهده هیچ انتظاری ندارم. از یگان نفر یگان انتظاری ندارم. نه از دوستش نه از دشمنش. چون این زندگی را آرام میکنه. ما مردم تاجیک نیاز به آرامی داریم. ما مشکل اقتصاد داره. این مرد که خب تاجیک 55 ساله میشه وفات میکنه. برادر جان برای از قفای درس بشه باید من میبینم بسیاری چیزا همه چیزا میبینم ماشاءالله. من با خودت هم در تحت دلم احترام پیدا کردم. خدا شاهده. هم بدون که همیشه در فکرت هستم و درسات همیشه خوب بخون. هر یک نفر میگه که اون دیپلم گرفت چی شید گوشش نکرد دشمنش حساب کرد. همین برادرت اگر از هدفت برات بگردونه دشمنش حساب کرد زندگیت بعد
چون مهمتر از همه برای شما هدف شما، زندگی شما، زندگیتون به هدفتون نگاه کنین، حرکت کنین. خیلی مهمه هدفتون دونستن برادر جان. به همون خاطر نفرایی میگن که ای خوندن فایده نداره، چی در کار نه، اونا خوندن گستربایت اجدن کو، بگیرین هم تلفنتون محکم تمام. هر یک نفری که یک ثانیه شما را از علم دور میکنه، قطعی اون نفر شما دوستی نکنین. دوست اگر خوبیت نمیکنه باید که بدیت نآموزه. حداقل اگر دوستی که هم بدیت میآموزه، او چی دوست است؟ دوست با اون نفر میگن که او برایت خوبی میآموزه. اگر که بدی را، اگر که حداقل خوبی را نآموزه، کاری بدت نمیآموزه. برادر جان یک بار دیگه فکر کتاب نوشتین. خیلی وقت جدا کنین برای آدمانی که زبان آلمانی میدونن، صحبت ها با زبان آلمانی میگذرونین. اگر همین فیسبوک یگان فونکسیا داشته باشه، همون یوتیوب برای نفرانی که در زبان آلمانی میخونن، اگر که خواهش داشته باشین که در پخش زنده صحبت بکنین، من میتونم که کار بکنم. یک ساعت جدا میکنیم، شما یک ساعت با هم دیگر جمع میکنین، من نگاه میکنم صحبت میکنین، من نگاه میکنم در کجا خطا دارین، در کجا خوب گپ میزنین. خب میشه، چرا نمیشه؟ بسیاری کارو کردن میشه. این وابستگی از ما و شما داره. چهارمغز از جونا همیشه بخورین. از اون که یک بگیم که خلطه سیگارت میخرین، این پاپیروس، چهارمغز بخورین. بسیار چهارمغز یخنین. این چهارمغز مثل مغز سر است دوستای عزیز. یعنی مغز چهارمغز مثل مغز سر انسان است. این شکل مغز سر انسان داره. با همون خاطر بسیار فایده داشت زیاده. عبدالرشید خلیمov برادر جان عزیز بخشش 10 مراتب بر سلام برادر. سوال 3 باشید می نویسیم. سوال نه این که هجوم امپریا روس بالای امارات بخارا کدام سال سر خدا شاید نشنیدم دوستی عزیز، ندیدم. امپرای روس، امپرای یعنی هجومی نکنن که بزنن همه را بکشن، یعنی که سر کردن شد دیگه از همون سالای بین که یعنی در تای کنترل گرفتن شو از همون سالای 1800 شروع شد. خب معین نیست که از کدامش، از همون وقت شروع شد و هجوم امپریا روس گفته اساسی دوستی عزیزم. امپریا روس از این کمونیستا فرقیت داره. نه برادر، خوب ما مردم کوهستان هممون چهارمغز داریم، اما چهارمغز در حقیقت چیزی فایده آور است. دانه بادام هم بسیار فایده داره. اینجا یک سخن است. ما مردم آسیا علم خوب داریم، ولی ته کرسی ما با مردکاری مشغول بودن و ما غلامی را نظم میکنیم نه فکرانی را. دوستی عزیز بسیار فکرات خوبه. بله بله نوزم یکیزم. خب برادر ای او همه خطا میکنن، کی خطا نمیکنن؟ کی گفته از من بار مرا برام در جنگی؟ او ماشاءالله در این سطحی که خود زبان میدونی برادر سیاخان، اگر خود ترجمان کار کنی ماشاءالله
қанд табза хилне ки мошоалло дар куҷо тарҷума кор мекунӣ ку як бугӯ. бародарҷон абдурашид ин олони волф намедонам кира гуфтӣ хато мекунӣ. забондонӣ ҷаҳондонӣ. бале бародарҷон, дарами гап мисоли бародар мегӯянд ки мардуми олмон таърихан орёянд. оя ин дуруст аст ё не? хуб ҳукумати нозии олмон ҳамин гапҳоро мегуфт, аммо дар ҳоли ҳозир ҳукумате ки ҳозир ҳастак, олмони ҳозира аз олмоне ки аз соли 1933 то соли 45 сола давом кард, ӯ олмон нестак. ин олмон ақидаш дига ҳастак. аммо хуб ҳаст нафарои ҳолиам ки ҳам хеле гап мезананд. дар сафорати олмон дар душанбе мошоалло қанд абзал шена. 20 миллион шо мегӯям бародарҷон. афшин салому алайкум шенар, хуби сози саломатӣ хубанд? ҳамиҷа ака дирӯз бачаҳо хоҳиш карданд ки ҳам барномаи шаббахайра суҳбат хати мардум ана ҷура имҷа дар омадем хати мардум суҳбат дорем. хуб мардуми зиёд дохил шуда суҳбат кардем, рафтанд, омаданд, меоянд, мераванд. хуб дига чанд вақт ки набудем, дига бигем ки шавқи гапзанирам дорем. ман амри маъруф чӣ хела мехоҳам бародарҷон? бахшиш шенар ва худойна амри маъруф ки ҷои менам амри маъруф оза менавистагӣ шуд хунум шенар. амри маъруф акаи маночи давлати доштоташон Русия омадагӣ ҳастем. акаи маночи давлати дӯстоштатон Русия омадагӣ ҳастем. бале бародарҷон, ман дар Россия будам. бале бародарҷон, ман дар Русия будам. бале бале амри маъруф фақат аз сихта мехонам ки ҳамин ин апаи Омина рафт хов рафт. дар бораи Гитлер, хуб Гитлер аслан дар ҷанги дими ҷаҳонӣ, дар ҷанги якуми ҷаҳонӣ ҳамчун аскар ҷанг кардагӣ ҳастак ва дар ҷанг ҳам бисёр муваффақ шудагӣ ҳастак. хуб баъзе ҳамун дигар вақте ки рафиқ мешавад бо ҳамун нафарҳои бигем ки сиёсӣ, вақте гапзаниша мебинад ки чӣ гапзанӣ дорад, баъд дига ҳамин тарафдориш мекунад, меврояд ки баъд сар мекунад аз сиёсат, баъд мегиранд зиндонаш мекунанд. ана дар рӯи зиндон Майн Камф менависад, муборизаи ман. ана баъди ҳуҷура меврояд, бо бигем ки бундесканцлари Олмон мешавад. ана баъд ҷура инами ҷанга сар мекунад. ман рости ҳолиам як қисса намефаҳмам дар ҷанге ки ҳамин Гитлер кард. хайр Русияша фаҳмо ки рафтӣ задӣ, аммо чаро ки ҳамин якҷоягӣ ҳам Фаронсара рафт зад, айси бо ҷанга бо кӣ сар кард? Бо Великобритания, бо Бритониёи Кабир.
من راستی تو حال هم چیز نمیفهمم که خیر روسیه رفتی سر کردی و خیم روسیه را طور نمی که به همه که جنگ سر کرد. ایرا در حقیقتا هم خیلی احمقش کردن که در چند جنگ نه که زود بوی بسن. برادر جان کدوم شد کی دروغ گفت کو گپ زن نفس بالای کوهستانی اگر شهروندی رفیق داشته باشی رفتن ثانیا طرف شوی شما کو یک اصل کن رفت شهروندی روسیه من خوب شهروندی روسیه داشته باشی اومدن شاید که کمی آسان باشه اما خب فرقیت زیاد نمیکنه. خب شهروندی روسیه را همچون مثلا توریست میدونن که بسیار کشورها بروانه نمیخره های. اگر جنگ میبرید راستی نمیدونم بسیاری مردم هم سوال میکنن که اگر هیتلر جنگ میبرید چی میشید. خب خدا خودش میدونه چی میشید. یگانه چیز میدونم که همه روسا ما را زیاد عذاب نمیداد. همه روسا چقدر ما را عذاب دادن. یعنی دشمنی به ما نداشته هیتلر. یعنی دشمنی شخصی به ملت تاجیک نداشته و همین چیز برای تاجیکا خوب بود چون که با تاجیکا دشمنی نداشت اما برای ما را آخر روسا دروغ گفتگیان زیاد همون می نویسن که انا آلمانی اومدن تانکا قطعی ایرا کشتن در بالای زنکار تجاوز کردن. این گپا دروغ بیستن. این گپا را چون میکرد بیستن میمونده بیستن عکس میگرفته بیستن. اصلا همین پروپاگاندای بگیم که حکومت شوروی بسیار مردم را احمق کردگی بود. بجنس قبول میکنن گرمانی وزیر برادر اولی محکمش که اگه نیستن چرا قبول نکنن. مگر نه رفیق برای روسیه رفتنش خیلی همین خیلی مثل همیشه میره ویزا میگیری میای. علیشیر وحشی برادر جان چی نیست که از تو نخونم اگر مشکلی نمیشه و هر شب همین برنامه را میکردین خوب مشکلی میشه برادر از هر شب که وقت نداریم هم وقتی که هر وقتی که دلم خواسته که طبع خوش باشه میکنم گپ میزنم. معلوم است که در دانش عمیق نداری در علم تاریخ. تشکر برادر عزیز دانشمند شما بزرگ شما همه چیز شما تشکر چون مسئله امروزه ما درباره تاریخ هیتلر صحبت کردن نبود که از کجا سر کرد در کجا تولد شدگی است در اتریش تولد شدگی است و در یک عائله یعنی با زبان روسی و این یا اینکه یک عائله که در پدرش هم در جنگ اول جهان اشتراک کردگی بود یعنی که در اولش و یعنی در جنگ اشتراک کردگی بود در وقتش و خودش هم در جهان اشتراک کردگی است و بسیار یعنی تاریخ زیاد داره یادم دهی بارا گپ میزنی میره نه که این موضوع نیست که مرد رفت ما
اصلا درباره او چی گپ بزنیم؟ آخه او برای ما قدر کار نیست. خب برادرای عزیز گرامی، بس میکنیم صحبت، چون که وقتم زیاد رفت دیگه. سوالای عمیق هم نیست. تک دوستای سوالتو خواب رفتن برادر. اگه منوچهر آلمان باشی دیگه بعد چند که به وطن آمده میتونی. اگه منوچهر پناهنده در آلمان باشی دیگه بعد چند که به وطن آمده میتونی برادر جان. تا وقتی که پناهنده هستی حقی رفتن تاجیکستان نداری. آها، بخشش برادر جان، درباره تاریخ خودمون، درباره بخشش مجرد نخوندم، شاید درباره نه خود درباره هجومی ایمپریا روس صحبت کردی. خب ایمپریا روس اگر خود بدونی از یعنی که حکومت اینی کمونیستا فرقیت داره و همون خاطر من درباره ایمپریا روس گفتم و این یک موضوعی هست که در این موضوع باید که شخصا صحبت بکنی و یک بار چینه که مثلا یک سوال بنویسید، سوال گپ بزنی. این سالها وقتی عمیق میخوان و چون که هم ایمپریا روس یعنی که در سر ما ظلم کردگی هست، هم خودی حکومتی بگیم که سویتی هم در سر ما ظلم کردگی هست. این یک موضوعی هستن که در این موضوع باید که عمیق صحبت بکنی، چون که سر انسان او چی را نداره که مثلا در نیست شب خیزی و در این برنامه باید تیاری ببینی، نگاه بکنی. یعنی نه اینکه مثلا من میتونم که چند ساعت در باره گپ زنم، اما باید که هر یک چیزی گفته میشود برای آینده برای یک انسان فایده آور باشه. یک انسان با تو باوری میکنه، سوال میکنه و خدا نگهبان. در امان الله باشه عبدالرشید حلیم، در امان الله باشه. خدا نگهبان. Короче, брат, а это сама хотел як-то жауап. Надо неки история мазы. Мазы зор нестай. Карим Хамидов. Бародар сол кабуша. Яке манче барои чи китобҳои вақтаи муҳота. Бозам ӯзбекӣ меёвем, бо тоҷикӣ намеёвем. Ман бародар ҳамеша мегӯям ки дар забони тоҷикӣ яъне ки бигем ки сармаякзорӣ намешавад, ба ҳамон хотир мушкил аст ёфтан. خب در امان الله باشین دوستای عزیز، موفق باشین همه دوستانی که تماشا کردین، گپ زدین. خب منم دیگه خسته شدم و میگه انشالله سوالا با پس و نفرانی که زبان آلمانی میخوانی خواندن بگیرین. زبان آلمانی همت خوبه، یاد میگیرین. شما اخی در اینجا تولد نشدین که بی خطا گپ زنین. امیر اومدن که برادر بلال گپ شما 100% درست است. تاریخ یک چیز گذشته است، این مشکل حل نمیکنه. ما درباره مشکل مثلا از تاریخ نگاه میکنیم، خطاهایی که ما در تاریخ کردیم و همین خطاهایی که ما در تاریخ کردیم به همین رو میخواهیم که از اینا با آموزیم همین خطاهایی رو نکنیم در آینده، یعنی که حرکت بکنیم و پیش برویم. در امان الله باشین دوستای عزیز. ان شاء الله در این سال باز در برنامه جواب خواهم داد، چون که ما دیگه برنامه رو بس میکنیم. خدا حافظ به همتون دوستای عزیز.